سوگند برای اسمت الملوک داروی جدید آورده بود. میگفت شوهرش به زحمت از پزشکی تهرانی گرفته است. امیدوار بود آنها جواب بدهند. گفتم از راه دور آمده ای نازگل، برو کمی استراحت کن، بعداً با هم حرف میزنیم. ولی او گفت وقت ندارد، فردا باید برگردد. پدر از دیدن نازگل ذوق کرد و نازگل قربان صدقه پدر رفت و با زبان نرمش لبخند در لبان او آورد. از دیدن مادرش هم خوشحال بود. گفت مادر حالش نسبت به قبل خیلی بهتر است. گفتم کار سوگند است، خیلی به مادرت میرسد. از سوگند تشکر کرد و صورتش را بوسید و گفت قربان عروس خوشگلمان بروم که با خودش شادی و آرامش آورده. سوگند خجالت کشید و لبانش گل انداخت. گفتم نازگل چرا فردا میخواهی برگردی؟ چند روز بمان، خیلی با تو حرف دارم. با عجله گفت به سفر دور و درازی قرار است برویم برای کار حسام. برای همین گفتم به پدر و مادر سر بزنم. مدتی نمیتوانم به اینجا بیایم. آه برادر، من هم خیلی حرف با تو دارم. اتفاقهایی افتاد که دیگر قابل جبران نیست. در ایوان نشستیم. جای دنج و آرامی بود. جایگاه خیال پردازی های همه ما بود. اول نازگل گفت چطور با هم آشنا شدید؟ برایش تعریف کردیم از آشناییم با سوگند، با دکتر ساعدی و روزهایی که در کلبه ماندم و چقدر گرسنگی کشیدم. گفتم حالا تو بگو نازگل. و او هم گفت که هنگام تیفوس پدر سکته کرد. حتی بیرون آمدن از عمارت را هم نداشتیم. حال مادر روز به روز بدتر می شد و وقتی استرس ما را هم می دید حتی از اسم تیفوس هم که تا حالا نشنیده بودیم وحشت کردیم. از نظامیان روز، مردن مردم و حمله چند نفر برای بردن غذا و چیزهای دیگر. بعد هم سکته پدر. وقتی پدر را به رشت بردیم، رشت در تسخیر و اوضاع آشوب و ناامن بود. دکتر ساعدی به طور تصادفی پدر و ونداد را دیده و من و ونداد که در بیمارستان پدر را بستری کردیم خیلی کمک کرد. حتی دارو پیدا نمیشد اگر دکتر نبود. گفتم چرا دکتر ساعدی چیزی به من نگفت؟ نازگل جواب داد حتما دلش نیامده تو را نگران کند. او مرد خوبی است. با سر تایید کردم حرفهایش را. گفتم دور از خانواده بودن سخت است نازگل. راستی از ازدواجت راضی هستی؟ اصلا یادم نمی آید از پسر کمال الدوله خوشت آمده باشد. همیشه ادای او را در می آوردی و می خندیدی. بعد با تعجب ابروانش را بالا داد و عمیق نگاهم کرد و گفت آن موقع بچه بودم هامین. آدم وقتی بزرگ می شود خیلی چیزها نظرش را عوض می کند. من از زندگیم راضیم، نگران من نباش برادر. راستی می دانی بچه سمیرا به زودی به دنیا می آید و شما دایی می شوید؟ گفتم واقعا؟ یعنی سمیرا مادر می شود؟ خدا می داند چه مادری می شود. همه خندیدیم. از وضع زندگیش پرسیدم. نازگل گفت بیا و ببین زندگی سمیرا را. سالی چند بار به فرنگ سفر می کند. هر بار کلاه فرنگی عجیبی می خرد. یادم هست یک بار یک کلاه از اسپانیا خریده بود که بالایش پر از گل و میوه بود. خیلی مسخره بود و خندید. ما هم خندیدیم. سوگند وقتی می خندید دندانهای مرواردیش دیده می شد و خیلی زیبا به نظر می آمد. شب خوبی گذراندیم. نازگل شب کنار مادرش خوابید. صبح سوگند زودتر از همه بیدار شده بود و یک صبحانه مفصل در ایوان چیده بود. همه ما را بیدار کرد. پدر و اسمت الملوک را هم سر میز نشاندیم. انگار اسمت الملوک هم خوشحال بود. گاه بلند بلند میخندید و سرش را تکان میداد و به یک صندلی خالی نگاه میکرد. حس یک خانواده خوشبخت در کنار هم خیلی لذت بخش است. پدر کم کم نظرش نسبت به سوگند عوض شده بود. یک روز حال سودابه را از او پرسیده بود و به سوگند قسم خورده بود در کشتن پدرش مقصر نبوده است. سوگند هم دستش را بوسیده و گفته بود میدانم پدر. و پدر وقتی کلمه پدر را از دهان سوگند شنید خیلی خوشحال شده بود و یک صفحه گرامافون را گذاشته تا آهنگ مورد علاقش پخش شود. همه کم کم متوجه بودند که سوگند آرامش را همراه خودش به عمارت آورده است. سر سفره بودیم که ونداد پیدایش شد. با دیدن نازگل گل از گلش شکفت و همدیگر را بغل کردند. ما رفتارمان با هم سرد بود. حتی به همدیگر نگاه نکردیم. نازگل متوجه این موضوع شد. به اطراف نگاه کرد و گفت داماد را با خود نیاوردی؟ نازگل گفت نه ونداد، دارم به سفر میروم. مدتی شما را نمی بینم. برای همین آمدم. با تو کار دارم ونداد. چیزی بینشان بود که من بیخبر بودم.
اسمت الملوک خسته شده بود. به اتاقش بردیم و نازگل داروهایی را که آورده بود را به سوگند نشان داد و توضیح داد که چند ساعت یک بار باید به مادر بدهد. با خود فکر کردم چه خوب میشد نازگل هنوز ازدواج نکرده بود. با سوگند دوستان خوبی میشدند. چقدر خوب میشد فرهاد زنده بود، پدرم سالم بود و ونداد به عشقش میرسید و اسمت الملوک هنوز سر فنجانهای قجریش با پدر بحث میکرد تا آنها را نشکند. نازگل گفت حامی در چه فکری هستی؟ به خودم آمدم و گفتم هیچ. گفت با ونداد کار دارم، 1 ساعت دیگر می آیم. با هم سر خاک فرهاد برویم. باید قبل از رفتن از او هم خداحافظی کنم و به دو دستها خیره شد. مطمئن بودم چهره فرهاد پیر رویش آمده است. از پله ها پایین رفت. راننده نازگل یک لیوان شیر دستش بود. صنم خانم مهربان به همه خوب می رسید. ما هنوز چند گاو و گوساله داشتیم که دور از عمارت بود و مشرجب به آنها می رسید و شب به شب شیرش را برای صنم خانم می آورد. او هم پنیر و ماست و کره تازه درست می کرد. نازگل شیر تازه خیلی دوست داشت و صنم خانم این را خوب می دانست. نازگل به باغچه کنار عمارت رفت و منتظر ونداد شد و لیوان شیرش را نوشید. پایین رفتم و از در پشتی وارد حیاط خلوت شدم. پشت علوفه‌ای که سلمان جمع کرده بود پنهان شدم. نازگل به نظرم مضطرب می‌آمد. وقتی ونداد آمد بالاخانه را نگاه کرد تا کسی آنها را نبیند. سوگند کنار اسمت الملوک بود. پدر به رادیو گوش می‌داد. هر کس مشغول کاری بود. ونداد روبروی نازگل نشست. نازگل گفت ونداد این چه کاری بود که کردی؟ برادر چرا حامین را زندانی کردی؟ مگر دیوانه شده ای؟ برادر با برادر چنین کاری می کند؟ به اندازه کافی زرد کشیده، چرا دیگر اذیتش می کنی؟ همه می دانیم که مرگ فرهاد تقصیر او نبوده. چرا به همه می گویی عقل حامین مو برداشته و دیوانه شده؟ تو هر چه گفتی و هر کاری کردی ما بدون چون و چرا قبول کردیم. من به خاطر تو با کسی ازدواج کردم که هیچ وقت دوستش نداشتم و نخواهم داشت. یک مرد بی عرضه که نمیتواند حتی دماغش را بالا بکشد. بعد سرش را پایین انداز و اشکهایش را با دستمال سفیدی که از کیفش درآمد پاک کرد. فکر کردم شرمگین شد. سرش پایین بود. یهو سرش را بلند کرد و کلاهش را روی میز گذاشت و با تمسخر گفت آره اشتباه کردم. باید قبول میکردم که سرهنگ روز لاابالی که 30 سال است و بزرگتر بود بیاید و تو را با خودش ببرد. آن وقت آدم خوبی بودم نه؟ نازگل با من گفت نه منظورم این نیست برادر. ونداد صدایش را بالا برد و گفت پس منظورت چیه نازگل؟ خودت میدانی تو چه شرایطی گیر افتاده بودیم. اون خوب بود با یک مرد وطنی که جد و آبادش را میشناسیم و هیچ غلطی نمیتواند در مقابل تو بکند. ازدواج کنی چون میداند پدر و برادرت مثل شیر پشتت هستند. نازگل با عصبانیت داد ندارم برادر، دوستش ندارم. ونداد دوباره عصبانی شد و گفت ندارم راه ننداز. موقعی حسام تو را نجات داد آیا این حالیته؟ به اندازه کافی هم عاشقته. انگشتت را به هر جا اشاره کنی همانجا می رود. پس یکی از اتفاقها این بود که من بیخبر بودم. چند بار خواستم بیرون بیایم، یک مشت جانانه نثار ونداد کنم و بگویم چرا به کسی که دوستش ندارد شوهر دادی؟ ولی منتظر ماندم تا حرفهایشان تمام شود. مطمئنا چیزهای دیگری را هم می شنیدم. نازگل با بغض گفت اینقدر ادای مرد با غیرت برای من در نیاور ونداد. اگر نمیدانستم بابت ازدواج من کمال الدوله زمینی را در تهران به نامش زده است. بعد با ناله گفت کاش پدر هرگز بیمار نمیشد و حامین از خانه نمیرفت و فرهاد زنده بود. بقیه‌اش را ونداد گفت و سمیرا اینجا بود و نگ میزد و صدای خواندنش با آهنگ فرانسوی همه جا را پر میکرد و پدر تفنگ در دستش ابهتش را به رخ میکشید. لحظه هر دو به یک جا خیره شدند و در فکر فرو رفتند. بعد نازگل گفت ونداد سهم حامین را بده. سوگند به پدر و مادر خوب میرسد. این عمارت را به او بده. بقیه هرچه هست مال تو. ونداد عصبانی تر شد و با مشت روی میز زد و گفت شما هر کدام سهم خودتان را گرفته اید و پی زندگی خودتان رفته اید. آن سمیرا که سالی یک بار به پدر و مادرش سر نمیزند. این هم از تو، آن هم از برادرم که جز بدبختی چیزی برایم ندارد. نازگل این بار با نرمی گفت ونداد خودت میدانی که پدر چقدر به تو اطمینان دارد. اگر تو بودی هیچ وقت فرهاد با حامین نمیرفت و کشته نمیشد. حتی نازگل هم هنوز ته دلش مرا مقصر میدانست. بعد گفت
میدانم وارد چه کار وحشتناکی شده ای. بنداد این کار عاقبت ندارد. کمال‌الدوله نگران تو است. میگفت با پدرت نان و نمک خوردم. نمیخواهم بنداد بیشتر از این گرفتار شود. بنداد پوزخندی زد و با حالت تمسخرآمیزی ادامه داد. کمال‌الدوله آن مافنگ نگران من است. مگر خودش دستم را در دست قاچاقچی نگذاشت؟ مردک کم از من سود گرفته است. حالا که اوضاع بد شده نگران من است. نگران سودی است که به او میرسد. گفت در هر حال تنها دغدغه‌ام پدر و مادر است. اگر حامین اینجا باشد خیال همه‌مان راحت است. سوگن هم عمارت را سر پا نگه می‌دارد. حال پدر و مادر هم بهتر شده است از وقتی که او به اینجا آمده. بعد بلند شدم و در حال گفتگو از آنجا دور شدم. نازگل آماده رفتن شد. چمدانهایش را بسته بود. چطور شوهرش اجازه داده بود یک زن تنها در این اوضاع سفر کند؟ افکارم به هم ریخت. مدتی آنجا نشستم و به علوفه تکیه دادم. به آنچه شنیده بودم فکر کردم. واقعا چه اتفاقی افتاده بود وقتی که من از این خانه دور مانده بودم؟ سوگن داشت مرا صدا میزد. حامین کجایی؟ باید با نازگل خداحافظی کنی. دوباره از پشت در وارد خانه شدم و از طبقه پایین به جلوی عمارت رفتم. از پدر و مادرش نازگل خداحافظی کرد. از چشمان قرمزش معلوم بود که خوب گریه کرده است. میدانستم که دلش پیشت اسمت الملوک مانده و نگران حال او است. تا مرا دید به من نزدیک شد و در گوشم گفت با ونداد حرف زدم. دیگر کاری به تو ندارد. نگران نباش، همه چیز درست خواهد شد. هیچ حرفی نزدم. نگاه کردم و گفتم باشد نازگل، خود تو را به خدا می سپارم. و نازگل در جواب گفت چرا رنگت پریده حامین؟ حالت خوبه؟ بغلش کردم و گفتم چیزی نیست. از رفتن تو ناراحتم. من که یک دل سیر ندیدمت. سرش را روی سینه ام گذاشت و محکم بازوانم را بغل کرد و گفت آه برادر بیچاره من، مواظب خودت باش. بعد به شکمم زد و گفت مواظب عروسمان هم باش. چشمت را در میآورم اگر به او بد بگذرد. خندیدم و در دلم گفتم بیچاره سوگن که مثل کلفت در این خانه است. خیلی هم به او دارد خوش میگذرد. گفت دوباره دیدار خواهیم کرد. بعد با سوگن روبوسی کرد و 1 ساعت به او هدیه داد و گفت که از فرنگ خریده است و وقتی که برگردد 1 دست لباس و کلاه زیبا هم برایش هدیه میآورد. دور شدن ماشین را نگاه کردم. خاک پشت سرش را تا محو شدن نگریستم. بنداد به راننده سفارش کرده بود که آرام حرکت کند و مواظب جاده باشد و اگر سرباز روسی را دید توقف نکند. به نازگل هم توپید که این کس سرخاب سفیدات به خودت نزن. قضیه سرهنگ روسی را که یادت نرفته؟ نازگل خندید و گفت نگران نباش، یک تن حریفم. بعد خداحافظی کردند و رفتند. نمیدانم کی دوباره میدیدمش. دلم حتی برای سمیرا هم تنگ شده بود. تصور میکردم هر وقتی که بچه به بغل بیاید چطور میشود. جلوی آینه ایستاده بودم و داشتم به خودم نگاه میکردم. چشمانم گود افتاده بود. چند تار موی سفید روی سرم بود. با خودم عهد بستم تا حقم را نگیرم پا بس نکشم. باید زندگی بهتری را برای سوگن درست میکردم. این زندگی حق او نبود. به خاطر عشق پاکش پا روی غرور و احساسش گذاشته بود. ونداد 20 روز نبود. مطمئن بودم دیگر برای چه کاری رفته است. هرچه بذر برنج بود با چند کارگر در مزرعه کاشتم. کاشت خوبی بود، گرچه کم بود. امیدوار بودم سال بعد بذر بیشتری داشته باشیم و امسال محصول بهتری هم برداشت کنم. میدانستم اگر ونداد بفهمد قیامت به پا می کند. به جز چند کیسه برنج چیزی در انبار باقی نمانده بود. شب و روز کار کردم و بقیه‌اش را به خدا سپردم. شاکر بودم و بس. همه چیز در عمارت آرام بود. اسمت الملوک روز به روز حالش بهتر می شد. سوگند شبها برایش کتاب می خواند و روزها زیر آفتاب روی صندلی پدر می نشاندش و گاهی به کمک صنم خانم می آمد و گاهی هم اسمت الملوک را به کنار رودخانه می برد تا از شنیدن صدای آب لذت ببرد و می گفت جایی شنیده است که صدای آب و پرندگان برای بیماران افسرده معجزه می کند و شفا می گیرند. برایش نظر و نیاز می کرد. در صندوق اتاق اسمت الملوک پارچه‌های اعلی و گران قیمتی وجود داشت که سالها پیش از تهران خریده بود وقتی که با پدر برای دیدن اقوامشان رفته بودند. سوگن 1 پیراهن برای او و خودش دوخت با همان پارچه‌هایی که در آنجا گذاشته بود تا در مناسبت‌های خاص بپوشد. لباس اسمت الملوک گل‌های سرخ ترمدوزی داشت و زیر آفتاب برق می‌زد.
پدر رفتارش با من و سوگند خوب بود. گاهی دور هم در اتاق پدر جمع می شدیم و صفحه گرامافون را روی دستگاه می گذاشتیم. سوگند برای ما میوه پوست می کرد و آلوی وحشی جنگلی به ما می داد. یک بار هم با سوگند رقص کردیم و پدر برایمان کف زد. اسمت الملوک لبخند بر لبانش آمد. روز بعد ونداد با سر و وضع آشفته پیدایش شد و به اتاقش رفت. چند روز هم بیرون نیامد. صنم خانم غذایش را به اتاقش می‌برد و میگفت اتاق مثل دود تنور است. چشم را نمی‌بیند. پدر نگران وضع ونداد شد و مرا مأمور کرد تا با او حرف بزنم تا از خر شیطان پایین بیاید و به همین برنجکاری اکتفا کند. کنار اتاق رفتم. مردد بودم در بزنم یا نه که با صدای بوق چند ماشین پشیمان شدم و از بالا به ماشین ها نگاه کردم. 3 ماشین فورد سیاه بودند که آدمهایشان کلاه لبه‌دار سیاه و بارانی سیاه بلندی بر تن داشتند. کفش‌هایشان چرم ورنی بود و از دور برق می‌زد. فکر کنم ونداد منتظرشان بود. با شنیدن صدای ماشین خودش را بیرون انداخت و پله‌ها را 1-2 پایین رفت. با هر کدام سلام علیک کرد و به پذیرایی طبقه پایین بردشان. در را بست و چند ساعتی بیرون نیامدند. حتی اجازه پذیرایی صنم خانم را هم نداد. میوه‌هایی را که صنم آورده بود پشت در ماند. در زدم تا میوه را بگیرم و خودم هم از کارشان در بیاورم. به سوگند گفته بودم به آنجا حتی نزدیک نشود. از مطبخ جم نخورد. ونداد در را باز کرد و گفت چه میخواهی حامین؟ گفتم میوه آوردم. از دستم گرفت و خواست در را ببندد. یه پایم را لای در گذاشتم و گفتم من هم میخواهم باشم ونداد. گفت برو پی کارت و دور شد. کیسه هایی وارد اتاق شد. به گمانم همان اسلحه بودند. آنجا را انبار کرده بود. کار داشت به جاهای باری کشیده میشد. آنقدر جرأت پیدا کرده بود که غریبه ها به راحتی و در صبح روز و روشن وارد عمارت می شدند. چه کسی جلویش می ایستاد؟ پدر پیر و مریض یا برادری که او را دیوانه می خواند؟ هر روز رفت و آمدهای غریبه ها بیشتر از قبل می شد. وقتی به شالیزار می رفتم فکرم پیر سوگند می ماند. سالها قبل زنی به خاطر ورود غریبه‌ای به عنوان مهمان به خانه اش کشته شده بود. امنیه ها آمده و جنازه او را که به دار آویخته شده بود را با خود برده بودند. آن تصویر هیچ وقت از جلوی چشمانم دور نمی شد و سوگند جلوی چشمم می آمد. شب که برگشتم دیدم ونداد به درخت تکیه داده و در حال کشیدن سیگار است. گفتم ونداد باید با هم صحبت کنیم. انگار مرا نمیدید. حتی به صورتم نگاه نمی کرد. به شانه‌اش زدم و گفتم ونداد با تو هستم. سرش را به طرفم چرخاند و گفت چه میخواهی حامین؟ گفتم این لات‌های بی سر و پای که هر روز اینجا رفت و آمد میکنند چه کسانی هستند؟ اینجا ناموس ما زندگی میکند. یک زن مریض اینجاست. نباید کسی را وارد این حریم کنی. نمیگذارم جایی که سوگند زندگی میکند با این افراد روبرو شود. کم کم بگو مگو کردیم و صدایمان بالا رفت. دیدم هیچ حالیش نمیشود. محکم به شانه‌اش زدم و گفتم من همه چیز را میدانم. وقتی داشتید با نازگل حرف میزدید همه چیز را شنیدم. حالا که اینطور است پس سهم مرا بده. میخواهم زنم و پدرم و اسمت الملوک را هم از اینجا ببرم. هر کس پی زندگی خودش برود بهتر است. ونداد خنده دیوانه واری کرد و گفت سهم میخواهی برادر کوچک؟ کدام سهم؟ مگر تو سهم هم داری؟ تو حقت را آن موقع که آن همه بار را به غارت دادی گرفتی. تو حقت را با برادر کشی گرفتی. تو خیلی وقت از همه سهم‌های زندگیت را گرفته ای. حامین اگر دوست نداری این وضع را تحمل کنی دست زنت را بردار و هری. موی دماغ من نباش که راحتت نمیگذارم. با دست به سینه ام زد و مرا هل داد. خشم سر و پایم را گرفته بود. گفتم باشد ونداد. یا حق مرا میدهی و یا خودت هر غلطی دوست داشتی میکنی یا همین فردا امنیه را میریزم اینجا تا دودمانت را به باد بدهند. گردن کلوف شده ای برای ما. چشمهایش سرخ شده بود. معلوم بود باز زیاده روی کرده است. خیره نگاهم کرد و گفت خودت گور خودت را میکنی با دستان خودت. بعد به اتاقش رفت. به کار شالی خودم مشغول شدم. نه سندی داشتم نه مدرکی. اگر هم داشتم چه کسی در آن شهر آشوب به دادم میرسید. پدر قبل از من همه چیز را به ونداد واگذار کرده بود. اگر محصولم خوب میشد
توانستم برنج را به قیمت خوبی بفروشم. برایم کافی بود تا خانه‌ای در رشت بگیرم و دست سوگند را گرفته بروم پی زندگیم. روزها می‌گذشت. رو به آسمان کردم و گفتم: یا کرم الکاتبین، به دادم برس. اگر محصول از بین میرفت چه جوابی باید به اهل خانه میدادم؟ آن وقت حق باونداد بود که میگفت فقط دیوانه ها میتوانند این همه جیر غذایی را هدر بدهند. آفت به محصول زد و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. خون به مغزم نمی رسید. سوار تکتا شدم و تا می توانستم تاختم و از عمارت دورتر و دورتر شدم. نمی دانستم باید چه کار کنم. روی صندلی پدر نشستم و به آسمان چشم دوختم.